مخصوصا من به نورسان و جوانان مراجعت میکنم. عیب نیست در سیمای نورس و جوان، در باغ‌های فرهنگی، در کوچه و رسته ها، در جایهای جمعیتی مخصوصا دغلی را باکی میکنن. باکی میکنن. بعد دختران جوان ما، با نبیرهای ما شما، آیا این رسالت جوانمردی است؟ این نشانه بی فرهنگی است، بی مدنیتی است، بی آدابی است، بی تربیتی است. یا اینکه در رسته های پایتخت رفته در بین راه ها ماشین را من کرده، مشکلی ایجاد کردن با دیگر رانندگان و دیگر برآمده با یک دیگر وای کردن. این هم نشانه بی تربیتی و بی مسئولیتی پدر و مادران نسبت به فرزندان خودشان است. از اون نه تاجر می شود، نه صاحب کار می شود، یک دردی سری پدر و مادر. ارکه بلای جان، من سپارش دادم وزارت کارهای داخلی که چنین اشخاص را نوار گیرد، بعد نشان دهد فرزندان کی است. هر شب 45-50 نفر در شهر دوشنبه. ما باید در بین نورسان و جوانان کارهای تربیوی و معرفتی را منتظم و هرچی بیشتر برآمونیم و نگذاریم که مدنیت بلند و آداب تاجیکی یعنی میراث اجداد بزرگ ما کاسته گردد. من اینجا پیشنهاد میکنم که نسبت به همون رهبران ساختارهای وزارت عدلیه حالت اسناد شهروندی جزا که وای معین کردند در کار. ما گرچنده فهرست است قبول کرده، آنها با هر راه و واسطه باز زیرم همون وای شان اجرا نکرده ایستادند. مسئولیت را باید حس کنند، مسئولیت آنها را بلند برداشتند در کار، در دست قانون، در دست اجرای رعایت قانون، طلبات قانون. مثلا این عیبی با وزارت عدلیه و ساختارهای آن که در پایان شادنامه تولد می نویسند، بسیار اهل زیاد دانشمندان 90% نام و نسبشان حالا تاجیکی نیست. وقتی یک چیز نشر میکنیم، ایجاد میکنیم، صمیمی باید باشد. صمیمی باید باشد. با رفتار و کردارمان با همون چیزی که در کاغذ وای کردیم باید برابر باشد. اهل ایجاد در همه تاریخی دور و زمانی آنچه انسانیت هست شده است، در همه آنچه که وای کردیم جان خود را قربان میکردن، لیکن درباره وای مبارزه میبردن با قلم، با ایجادات خود. در خاطر باید داشت که اصالت ملی داشتن نام انسان عامل نیرومندی، تشکل شخصیت و احساس خودآگاهی و خویشتن‌شناسی او به شمار می رود. من خود شاهدی همین بحث و مناظره بسیار سخت و سنگینی محاکمه انمی قانون بودن در پارلمان در همان زمان ها، در همان سال ها. حتی 50% همون تالار بسیار معنی کلمه ها و جمله های زبان تاجیکی رو درست ترفهم نمی رفتن. برای همین بحث و مناظره های بی‌نهایت طولانی بود و در همان زمان قبول کردن همین قانون هم کاری سهل و آسان هم نبود، چون که فشار بی‌نهایت سخت و سنگین بود. حاضر هم است بعضا اهل زیا، دانشمندان سطح بلند، عالمان مقاومتی سخت نشان می‌دادند. از این لحاظ ضرورت پیش آمد که برای حفظ و رشد زبان مادری همان قانون نوی زبان تهیه و قبول کرده شد. با این مقصد 5 اکتبر سال 2009 قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید و این سنه رسما روز زبان دولتی اعلام گردیده با فهرست جشن‌های دولتی و ملی وارد کرده شد.
باید شاگرد تیار کنند. استاد بودن این بسیار بسیار خوب است. نه هر کس را میسر میگردد که با عنوان استادی رسد، لیکن استاد باید بعدی سری خود شاگرد دارد و میراث گذارد که ادامه دهنده کار استاد باشد. امروز اهل عالم ما را با نام تاجیکان، دولتمان را با نام تاجیکستان و زبانمان را با نام زبان تاجیکی میشناسند و اعتراف میکنند. سالهای 90 من وقتی سفر به شهر نویا داشتم، در بعض شهر نوی مملکت یگان شعار آویزه زبان تاجیکی نمیدیدیم. در بعض شهر نویا حتی بودند، حتی مشاوران سابق من، حتی بعضا عالمان نمایان با من توصیه میدادند که من بیشتر به دیگر زبان باید در سخنرانی ها، در برآمد ها، در چنین جماعت ها بیشتر به زبان دیگر باید سخن برآمد کنم. حتی سال اشاره میکردند که خیلی با زبان تاجیکی کجا می رویم؟ های تاجیک با کجا می رویم؟ انا همین خیلی اشاره هم بودن. یک خیلیشان در قید حیات نیستن، یک قسمش هستن. همانهای بودن که زیدی گذرانیدن جشن 1100 سالگی دولتداری سامانیان بودن، سالهای دولتداری سامانیان بودن. همانهای بودن که زیدی گذراندیدن جشن تمدن آریایی بودند. هستن. افسوس است. زبان مادری میگوییم. یعنی زبان چنان مقدس است که ما زبان مادری از مادر به دنیا هست می شود. زبان مادر هر دو توأم هستند. اگر دوست نداری عاجز می شوی. از جمله تهیه و نشر انسیکلوپدیای زبان تاجیکی که وزارت فرهنگ و سردکس علمی انسیکلوپدیای ملی تاجیک مسئولان آن می باشند تا حال به سامان نرسیده است. همچنین ضرور می شمارم که جهت استوار نمودن پایه های زبان دولتی از جانب کمیته زبان و اصلاحات در همکاری با اکادمی علم ها و وزارت معارف و علم برنامه رشد زبان دولتی برای سالهای 2020-2030 تهیه و بررسی حکومت مملکت پیشنهاد کرده شود. من به نزدیکی در ناحیه ظفرآباد بودم. بعدا ما را شناس کردم به یک صاحبکار استرالی که در تاجیکستان سکونت دارد. شما شاید به واسطه تلویزیون هم گوش کرده باشید. من بینیت حلاوت بردم، نخواستم از اونجا روم. از صحبتی خودی همان شخصی استرالیایی و عائله و فرزندانش چقدر به زبان مادری ما حرف میزنند، چقدر شیوه و شدید. چندین سال در اینجا کار و زندگی و آموخته ایستادن. خب درباره من تاریخ تمدن زبان تاجیکی مخصوصا زبانهای سعودی یغنابی وای کرده ایستادن به درجه عاشق شدن که در همینجا ماندن. از استرالیا عائله‌شان را دعوت کردند. تمام کار و فعالیت زندگی عائلوی چگونه که تاجیک‌ها زندگی میکنن، کار و فعالیت میکنن در عائله، در همسایگی دیگر همان را روانیدن. اینقدر بینیت از سطح بلند معاشرت کردن. من بسیار الهام گرفتم. باعث افتخارم است. باعث افتخارم است. ما صاحب زبان بعضا نماند، نه اونقدر به قدر و منزلت زبان مادری خود میرسیم. وظیفه اولین درجه زبانشناسان و فولکلورشناسان این است که ضمن تحقیقات و جستجوهای علمی چنین کلمه های ناب را از داخل
شیوه‌ها دریافت کرده آنها را به دایره معاملات زبان ادبی تاجیکی وارد نمایند. زبان یغناوی را گوش کنید. اگر کسی وای کرده باشد با جدی گوش به نهایت بعضا کلمه‌هایی است که حتما گرفتن در کار و زبانی که کلمه سازی ها لغت سازی های دیگر بود اصلی کی بود؟ از ما در هزاره نو زندگی میکنیم بعضا چیزهای نو هم گرفتن ما در کار از شیوه ها. بیشتر مفهوم‌های نوی که به ترکیب لغوی زبان مادری ما را می‌یابند نتیجه پیشرفت و دگرگونی‌های جهان امروزه میباشد. سخندانی، سخنگویی، زباندانی از کجا سرچشمه میگیرد؟ از خواندن، مطالعه کردن، از کتابخوانی، اثرهای بدیعی خواندن. بینیتون اکثریتی بزرگای گذشته ما شما و امروزه آنهایی که هستند اهل ازیا بیشتر کتاب میخوانند، اثرهای بزرگای گذشته را میخوانند، الهامشان میآید، یعنی تجربه پیدا میکنند. بیشتر درباره حیات و فعالیت زندگی یکی از شاعران و بزرگان نویسندگان گذشته بعضا اثرها میآفرند، ایجاد میکنند. همه این چی وابسته است به کتاب خواندن. متاسفانه غلطگویی و غلط نویسی و آمیخته سازی زبان شیوای تاجیکی بخش زبان گفتار تا هنوز از بین نرفته است. در بیشتر بیماری اون نال دارو و در همون جا در بیشتر هم کار خوردن است. حتی مطالعه نه اینترنت میکند نه اثر بدیهی میکند. اگر یک چی اثر 10 صفحه خواند از داروی سوزنداری همون طبیعت بهتر است. ممکن شاید تیزتر طبیعت است. برای کامیابی ها آرزومندم. خانه آباد و سربلند باشید هموطنان عزیز. کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.